در این حدیث حضرت عایشه مادر مومنها رضی الله عنها نماز شب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را 11 رکعت وصف کردند، ولی علما رحمت الله علیهم در مسئله تراویح اختلاف دارند. اگر مختصر گوییم در مسئله عدد رکعت های نماز تراویح 3 قول است. قول یکم نماز تراویح 20 رکعت است و این مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد و سفیان ثوری و داوود ظاهری و یا روایت از امام مالک. امام مالک در مسئله تراویح 2 روایت دارد. روایت یکم 20 رکعت است و این را دیگر مالکی ها هم قبول دارند. حتی بعض علماهای مذهب مالکی در زمان خود نماز تراویح را 20 رکعت خواند و آن 16 رکعت دیگر را که مذهب مالکی 36 رکعت است آن را بعدی به نماز تهجد میگذاشت. یعنی بعدی نماز خفتن 20 رکعت میخواندند، بعد به آخر شب 16 رکعت میخواندند، یعنی جمع میشد 36 رکعت. شما ببینید مذهبی 4 مذهب و غیر از اینها سفیان ثوری و داوود ظاهری همه آنها 20 رکعت گفتند و اینها بیهوده 20 رکعت نگفتند، به دلیل نگفتند. صاحب ابن یزید رضی الله عنه صحابه است، میگوید که كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه في شهر رمضان ب20 رکعه. در زمان حضرت عمر ابن الخطاب صحابگان کرام 20 رکعت نماز تراویح میخواندند و بین هر یک 4 رکعت استراحت میکردند و این اجماع صحابه ها بود. یگان صحابه به حضرت عمر رضی الله عنه خلاف نبرآمد، از جمله حضرت عایشه رضی الله عنها که زنده بودند. نگفتند که این مردم شما بدعت کردید، این نماز 20 رکعتی که شما میخوانید پیامبر صلی الله علیه وسلم نمیخواندند. گفته اعتراض بیان نکردند. یگان صحابه به حضرت عمر اعتراض بیان نکرد و صحابه ها آمده 20 رکعت میخواندند و این از جانب صحابه ها اجماع حساب مییابد، چون که مخالف نیست و صحابه ها در راه الله تعالی از لوم الهیم، از ملامت کننده نمی ترسیدند. اگر خلاف سنت باشد میگفتند این خلاف سنت است، این بدعت است میگفتند. یگان کس نگفت. بنابر همین هم 4 مذهب یعنی 20 رکعتی میخواندند. قول دوم 36 رکعت و این قول را از مالک ابن القاسم رحمت الله علیهما ذکر کردند و امام مالک 36 رکعت را خوب میدانستند، نقض و کار خوب میدانستند و غیر از 3 رکعت، یعنی 20 رکعت تراویحی که از جمهور نقل کردیم یعنی بدون ویتر، همراهی ویتر 23 رکعت میشه. نماز تراویح مذهب مالکی ها 36 رکعت است. كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب ب23 رکعه. مردم در زمانه عمر بن الخطاب 23 رکعت میخوانند در مسجد نبوی، اما در زمانه عمر ابن عبدالعزیز، در زمانه تابعین و ابان ابن عثمان 36 رکعت میخواندند و 3 رکعت دیگر ویتر میخواندند، 39 رکعت میشد. این را هم ابن القاسم از مالک ذکر کردند که این امر قدیم است، یعنی اول 20 رکعت میخواندند، بعد 36 رکعت میخواندند و بعد بعضی علمای مذهبی مالکی با 20 رکعت برگشتن و تا امروز عمل اهل مدینه باز با 20 رکعت در حرم مسجد نبوی هم و هم در مسجد کعبه هم 20 رکعتی میخواندند. سالهایی که سال گذشته و سال پیشتر به سبب آمدن وبای فراگیر 10 رکعت خواندند که این در تاریخ میماند. 10 رکعت یعنی همراهی 1 رکعت، 3 رکعت ویتر، 13 رکعت خواندند. 10 رکعت تراویح خواندند به جای 20 رکعت و 3 رکعت ویتر خواندند، 13 رکعت عموم. و مذهب سوم بعض علما رحمت الله علیهم، یعنی این صاحبان مذهب نه، بعض علما گفتن 8 رکعت است نماز تراویح و این مذهبی
بعض علمای حنفی هست از جمله کمال ابن همام و بعض شافعی ها گفتن از جمله ابن حجر حیتمی اینها گفتن نماز تراویح 8 رکعت است، یعنی غیر 3 رکعت ویتر، یعنی 11 رکعت میشه بنابراین به قول حضرت عایشه رضی الله عنها. لیکن خیلی که میبینید اینها صاحب مذهب ها نیستن. قول سیوم شیخ الاسلام ابن تیمیه قدس الله روحه و طیب ثراه گفتن که و تراویح انشاءالله كمذهب ابی حنیفه و الشافعی و احمد 20 رکعه، نماز تراویح را مانند مذهب ابو حنیفه و شافعی و احمد 20 رکعت خواند، او كمذهب مالک 36، یا اینکه مانند مذهب مالک 36 رکعت خواند، او 13 رکعه، یا اینکه 13 رکعت خواند، یا اینکه 11 رکعت خواند. فقط احسنه، در حقیقت خوب کرده است. یعنی همه اینها درست است، یگان این گروه خطا نیستند. کما نص علیه امام احمد، خیلی که امام احمد هم همین گپ گفتن که 20 رکعت هم درست است، 36 رکعت هم درست است، 8 رکعت هم درست است گفتن، لعدم توقیف، برای اینکه از جانب شریعت، از جانب شارع، از جانب الله تعالی یگان حدی محدود نآمده است و عدد زیاد و کم بنابر زیاد و کم بودن قرائت است. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم 11 رکعتی که میخوندن قریب شب را فرا میگرفت، یعنی 11 رکعت بود، لیکن از این 36 رکعت ها بسیار بود. خیلی که حضرت عایشه گفتن که لا تسأل عن طولهن و حسنهن، از زیبایی و درازی آن نماز نپرس. حتی بعضی صحابه ها گفتن که یا رسول الله ما ترسیدیم از فوت شدن سحری، ما ترسیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید از وقتی سحری هم خورن یا اینکه به رفته به سحری خوردن دیگه امکانیت فرصت پیدا نکنیم. یعنی نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر که 11 رکعت بود دراز بود، آنهایی که 36 رکعت میخونن یا 20 رکعت میخونن قرائت آنها کوتاه است. نماز طولانی که انسان دراز در قیام میایستد شاید ملال بیاد گفته 20 رکعت خواندن که تا اینکه رکوع سجده ها زیادتر شود و قرائت به همین 20 رکعت تقسیم شود، نه به 8 رکعت. جایهایی که 8 رکعت میخوندن هم من در زمان معاصر ما 1 پاره میخوندن، جاهایی که 20 رکعت میخوندن آنها هم 1 پاره میخوندن، 1 جزء از قرآن. بنابراین در جای دیگر شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که کسی میخواهد 20 رکعت خواند، 20 رکعت، و این مذهب مالکی ها احمد و شافعی و ابو حنیفه است. و کسی میخواهد 36 رکعت خواند، این مذهب مالک است. کسی میخواهد 11 رکعت خواند، یعنی همراهی ویتر. کسی میخواهد 13 رکعت خواند و کل حسنون، همش خوب است گفتن، یگان تی اینها بعد بدعت نیست. و بعض معاصرین گفتن که کسی که از 11 رکعت زیاد خواند این بدعت است. 11 رکعت 12 رکعت خواند گویا که نماز بامداد هم خیلی که 2 رکعت هست، کسی 3 رکعت خواند گناهکار میشد. 11 رکعت هم کسی اگر زیاد خواند گناهکار میشد. لیکن این قول ضعیف است، قول غلط است، برای آنکه خیلی که دیدیم سلف صالح رحمت الله علیهم 20 رکعت میخواندند در زمان سلف، و یگان انسان 20 رکعت را بدعت نگفته است، سنت عمر است و صحابه ها که سلف صالح هستند بعد آنها تابعین تبع تابعین در مکه 20 رکعت میخواندند. هیچ کسی به این خلاف نبرام. در مدینه یا زمان 20 رکعت خواندند، یا زمان معین 36 رکعت خواندند، باز به 20 رکعت برگشتن. یگان کس نگفته است که این بدعت است. و نصوص قرآن و سنت دلالت میکند که نماز شب حد و حدود ندارد، کسی چند رکعتی که میتواند بخواند. الله سبحانه و تعالی در سوره سجده میگوید تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا، پهلوهای آنها از جایگاه ها برداشته میشود و از الله تعالی از رحمتش امیدوار هستند و از غضب الله تعالی میترسند. یعنی نماز میخوانند، نگفتند فاطلق ولم یقید، الله تعالی اطلاق کرد،
مطلق سخن کرد، نگفت عدد تراویح را بیان نکرد. و این چنین در سوره زمر الله تعالی میگوید که امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره، ثنا میفرستند به آنهایی که قائم هستند، نماز شب میخوانند، اطراف شب نماز میگذارند، سجده میکنند، قیام میکنند، از عذاب آخرت میترسند. اطلق ولم یقید، الله تعالی مطلق سخن کرد، قید نکرد. نماز شب تعریف کرد، آنهایی که نماز شب میخوانند ثنا گفت، نگفت که چند رکعت خوانند. و الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوره مزمل امر کرد قم اللیل الا قلیلا، شبها خسته نماز گذار مگر کمتری آن را خواب کن. اطلق ولم یقید، الله تعالی مطلق سخن کرد و قید نکرد. و در سوره اسراء که و من اللیل فتهجد به نافلة لک، شبها نماز تهجد خوان برای تو نافله است. فاطلق ولم یقید، اطلاق کرد و قید نکرد، نگفت یعنی الله تعالی نماز شب خوانید، گفت میخیر، نگفت که 11 رکعت خوانید یا از وی کم خوانید یا از وی زیاد خوانید، نگفت. بلکه حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دلالت میکند که نماز شب حد و حدود ندارد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، اهل مدینه از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، از رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم حالا بیخبر است. در اولین واخوری عبدالله ابن سلام یهودی بود، روایت میکند که وقتی که ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را واخوردیم و ما گفتن که ایها الناس اطعموا الطعام، ای مردم به همدیگر طعام دهید، و افشوا السلام، به همدیگر سلام را پهن کنید، یعنی به همه سلام دهید، و صلوا الارحام، خویش با خویشاوندا رفت و آمد را پیوست کنید، و صلوا باللیل و الناس نیام، وقتی که مردم خواب هستند شبها شما نماز خوانید، تدخلوا الجنة بالسلام، شما به جنت به سلامتی می درآیید. و گفتن که شبها نماز خوانید، نگفتن که چند رکعت. و صحابه ها هم نپرسیدن که چند رکعت، برای آنکه این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که یگاه حد و حدود ندارد. الامر فیه واسع، امر در این مسئله وسیع است. کسی میخواهد 20 رکعت، کسی میخواهد 100 رکعت، کسی میخواهد 10 رکعت، هر کسی که به قدر قدرتش نماز شب خواند. بنابراین پیامبر علیه الصلاة و السلام اطلاق کرده. و در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردن، حدیث عبدالله ابن عمر است رضی الله عنهما، میگن که مرد آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم رو از نماز شب پرسید، یا رسول الله نماز شب چند رکعت است؟ گفتن که صلات اللیل مثنی مثنی، نماز شب 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت خواندن گیر. فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعه، اگر یکی شما از دمیدن صبح ترسد، اگر خوف داشته باشد که وقتی بامداد می درآید 1 رکعت خواند، تمام نمازهای او را ویتر میگرداند. اگر 100 رکعت خوانده باشد و 1 رکعت خواند، 101 رکعت میشد نماز شبش، 101 رکعت ویتر است. اگر 1000 رکعت خوانده باشد و 1 رکعت دیگه خواند، ویتر خواند، 1001 رکعت میشد. 20 رکعت خوانده باشد، 1 رکعت خواند، 21 رکعت میشد. همین گونه 10 رکعت جمع 1 رکعت 11 رکعت. پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گونه گفتن. بنابراین مادامی که در قرآن کریم برای تراویح و عدد معین آن دلیل نیست و در سنت صحیح جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل نیست، بنابراین بدعت گفتن نادرست است. بلکه کسی میخواهد 11 رکعت خواند و کسی میخواهد 20 رکعت خواند و کسی میخواهد 36 رکعت، کسی از این زیادتر میخواند، مرحمت چقدر که میتواند این شبها را غنیمت داند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که و من المعلوم ان المدینه الى عهد مالک لم تدخلها بدعه واحده، یه چیزی معلوم است که در مدینه منوره تا زمان امام مالک یگان بدعت نبود. در مدینه منوره از عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان مالک یگان بدعت به مدینه ندر آمده بود. بنابراین در مذهب مالک عمل اهل مدینه هم شریعت حساب می شود. این در اصول مذهب مالک است. برای چی؟ برای آنکه اهل مدینه هر چیزی که میکردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتن. صحابه ها در مدینه فراوان بودند
بعد صحابه ها تابعین گرفتن، بعد تابعین تبع تابعین و امام مالک تبع تابعین تا زمان امام مالک. این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه از یگان بدعت در مدینه منوره نبود و این دلالت میکند که 36 رکعت نمازی که تا زمان مالک را خواندن در زمان عمر ابن عبدالعزیز، 20 رکعتی که در زمان صحابه ها خواندن، اینها بدعت نیست و این دلالت میکند که سخن کسی که میگوید که از 11 رکعت زیاد خواندی بدعت کردی این غلط است و از مسجد های 20 رکعته برآمده میروند، آنهایی که 20 رکعت میخوانند تحقیر میکنند، گویا که اینها بی سواد هستند، گویا که همین 11 رکعت خواندگی ها همین ها شخصیت های هستند که طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله با یک نظری تحقیر 20 رکعت ها را طعنه زنان از صف ها برآمده میروند و با هم دیگر میخندند، مسخره میکنند آنهایی که در نماز 20 رکعته ایستاده است و برآمده میروند همین گونه، حالان که در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیله، کسی که همراهی امام نماز تراویح نماز شب همراهی امام ایستد بر نگردد تا مادامی که امام بر نگشت، برای او نماز شبی پره نوشته میشه. اگر شما نماز تراویح امامتان خواه 20 رکعت باشد در کدام منطقه‌ای که باشد، خواه 8 رکعت باشد همراهی ویتر 11 رکعت همراهی امام خوانید سپس برگردید، الله تعالی به شما اجر می نویسد که شما تا سحر از غروب آفتاب تا دمیدن صبح شما نماز خوانید. روز قیامت نامه اعمال خود را می بینید که کتب له قیام لیله، نماز شبی پره نوشته شده است. اگر وقتی که ویتر هم همراهی امام نخوانید و برگردید از این اجر محروم می شوید، یعنی تا سحر شما نماز خواند گفته نوشته نمی شود. و این چونین امام شافعی را سخنشان را به شما میگویم که رأیت الناس یقومون بالمدینه ب39، مردم را در مدینه دیدم که 39 رکعت نماز تراویح میخوان یعنی همراه ویتر، و در مکه دیدم که 23 رکعت میخوان ولیس فی شیء من ذلک ضیق، یگان زقی ندارد یگان جایی تنگی ندارد، یعنی اهل مکه 20 رکعت میخواندن، اهل مدینه 36 رکعت. برای چی 36 رکعت میخواندن؟ 16 رکعت از کجا پیدا کردن؟ اهل مکه میگویند که وقتی که 4 رکعت نماز میخواندن بین 4 رکعت و 4 رکعت دیگر طواف میکردن، در گرد خانه طواف میکردن. طواف اگر خانه بی آدم باشد یا کم آدم باشد در 5 دقیقه طواف کرده میشد که ما در همین عصرهای آخر وقتایی که حاجی ها نبودند عمره کننده ها نبودند و حرم خالی بود در 5 دقیقه طواف کردگی هستیم و از همه طواف دراز از 1 ساعت میگذرد و طواف معتدل 30 دقیقه هست در زمان ما و در زمان آنها نسبتا سبکتر بود، علل خصوص در غیر حج. وقتی که 4 رکعت نماز تراویح میخوندن طواف میکردن 1 مرتبه یعنی 7 دور، وقتی که با 4 رکعت دیگه میخوندن با طواف میکردن، همین گونه 4 مرتبه طواف میکردن در مابین تراویح. یعنی تسبیح ها میگویند مردم ما، تسبیح این سنت نیست، این بدعت است. بین 4 رکعت استراحت سنت است، بله صحابه ها استراحت میکردن یعنی کمتر راحت میکردن. ببینید در راحت هم اهل مکه طواف میکردن. اهل مدینه که طواف ندارند، طواف غیر خانه الله تعالی غیر کعبه در دیگر یگان بقعه روی زمین مشروع نیست، در گرد قبر و در قبر فلانی و بسمدانی جایز نیست، فقط در اطراف خانه کعبه طواف مشروع است. اهل مدینه چیکار میکردن؟ اهل مدینه 4 رکعت نماز تراویح میخواندن و به جای طواف اهل مکه 4 رکعت نماز میخواندن، یعنی به مقدار 4 رکعت نماز آنها واقعا طواف میکردن. 4 رکعت به جای طواف نماز میخواندن. همین گونه بین هر یک 4 رکعت با 4 رکعت دیگر
خداشون خسته نماز میخوندن، بنابراین 16 رکعت پیدا شد. آن 4 جلسه استراحتی که در مابین استراحت میکردن، اهل مکه طواف میکرد، اهل مدینه 4 رکعت نماز میخوندن، بنابراین 20 جمع 16 36 رکعت شد. و امام شافعی گفتن که یگان باکی نداره. و در جای دیگه در سنن بیهقی آمده است که وليس فی شیء من هذا ضیق ولا حد. امام شافعی گفتن که در یگان چیزی اینها ضیقی نیست، یعنی دلتنگ نشوید. 8 رکعت خواندگی را وهابی نگویید، 20 رکعت میخواندگی را بدعت نگویید، همش جایز است. این سخن امام شافعی است. امام شافعی هم اهل سلف هستند. و سخن امام احمد را گوش کنید. و تراویح 20، امام احمد میگه تراویح 20 رکعت است. مگر امام احمد اهل بدعت هستند؟ امام اهل سنت و الجماعت هستند. تراویح 20 رکعت است. ولا باس بالزیاده نصا، یعنی نص سخن امام احمد است که سخن امام احمد با لفظ صریح گفتن که کسی از 20 رکعت زیاد خوانده هیچ باکی ندارد. این دلالت میکند که از 11 رکعت زیاد خواندن بدعت نیست. امام سیوطی میگن که الذي وردت به الاحاديث الصحيحه والحسان الامر بقيام رمضان و ترغیب فيه من غیر تخصیص بعدد. آنه که در حدیث ها آمده است ترغیب آمده است، ما را به شبهای رمضان به نماز گذاشتن و علل خصوص در دهه آخرش پر را به بیدار خوابی کردن ترغیبات آمده است من غیر تخصیص، لیکن عددی معین را خاص و حد و حدود نگذاشته است. بنابراین علما رحمت الله علیهم گفتن که با آن آدم هایی که گفتن که 11 رکعت کسی میخواند طبق سنت است و زیاد خواند بدعت است، گفتن برای اون دلیل آنها که حدیث حضرت عایشه را دلیل کردن، گفتن که والفعل لا يدل على الوجوب، فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت و واجبیت نمیکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم مگر گفتن که ما را از 11 رکعت زیاد نخوانید. اگر در یک حدیث اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که از 11 رکعت زیاد نخوانید، گفته باشند با عین و رأس، یعنی نوری چشم از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، از 11 رکعت زیاد نمیخوانید. اگر الله تعالی در قرآن گفته باشد که از 11 رکعت زیاد نخوان، گفته باشد نمیخوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند نمیخوانیم. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حدی محدود نگذاشتن، بلکه حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که کی کسی چقدر میخواند، 20 رکعت، 100 رکعت، 1000 رکعت، 11 رکعت. ولی که افضل کدام است؟ افضل اگر شما امام مستقل باشید، در دیار شما فتنه نباشد، مردم اهل فهم باشد، 11 رکعت خوانید. لیکن خیلی که حضرت عایشه گفتن که شما فقط به عدد نگاه نکنید. حضرت عایشه گفتن که 11 رکعت، 4 رکعت جمع 4 رکعت جمع 3 رکعت. لیکن به دوام سخن عایشه هم اهمیت دهید. لا تسأل عن حسنهن و طولهن، از زیبایی و درازی آن نمازها نپرس. این خیلی دراز خوانید شما هم 11 رکعت. اگر مستقل باشید، یعنی در شهر شما همه میفهمیده باشد، هیچ کسی خلاف نمی برآمده باشد و مشکلات ایجاد نمی شده باشد، 11 رکعت خوانید. لیکن شما یک شخصی اقتدا کننده باشید، شما امام نیستید، میرید که اهل مسجد شما 20 رکعت میخواند، مثلا بر مکه رفتید، به مدینه رفتید، یا در دیار خودتون هستید که مردم شما 20 رکعت میخواند، 20 رکعت خوانید. ویتر را هم همراه امام خوانید. این در همه بهترش همین است. اگر امام شما 11 رکعت خواند، 11 رکعت خوانید. امامتون اگر 36 رکعت خواند، 36 رکعت. 13 رکعت باشد، 13 رکعت. 11 رکعت باشد، 11 رکعت. امام در مسجد چه خیلی که خواند، همان خیلی خوانید. همراهی امام در مسجد نماز تراویح را همراه ویتر همراه خواندن، جماعت خواندن خوب است، برای اینکه در ویتر دعا هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهای حائضه و نفسا را به نماز عید امر کردند. گفتند که شما به نماز عید روید، فقط نماز نخوانید، از نمازگاه کمتر دورتر ایستید. ولیشهدن الخیر و دعوت المسلمین، دعای مسلمان ها و خیر را شاهد شوند. اگرچه نماز نخوانند، هم زنهایی که ماهانه دارند، لیکن رفته شاهدی دعا شوند. امام که دعا میکند مردم آمین میگویند، همین دعا را شاهد شود در نماز عید. و در نماز تراویح در 3 رکعت ویتر دعا میشه.
و اشتراک کردن به این دعا کامل است و اجر عظیم میگیرد انسان. توابکی علی قدر نسبکی. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اجر و ثوابت به قدر مشقتت دعا می شود، قیام می شود، قرائت قرآن می شود. بنابراین هر یک انسان در کدام جایی که زندگی می کرده باشد و مردمش چند رکعتی می خوانده باشند در مسجد همراهی امام همان قدر خواند، ثواب شبی کامل به او نوشته می شود. اما در خانهش باشد یا در یک جایی که از مسجد دور باشد و چند نفری همراهی خداشون جماعت برپا می کرده باشند، در این صورت بهترینش این است که 11 رکعت خوانند. و این بود شرح حدیث 2013. امید میکنم که فهما شد. در یگان این مذهب ها بدعت نیست، همه اینها طبق سنت هستند، همه اینها از دلیل بیرون نبر آمدن. فقط آنی که 11 رکعت میخواند 20 رکعت میخوانده ها را طعنه نزند، آنهایی که 20 رکعت میخوانند 11 رکعت میخوانده ها را طعنه نزنند. همه این خیلی که دیدید از زمان گذشته ها پیدا شده است. این مال وهابیت و مال سلفیت نیست. این مالی که از تمام علما و امام های مذهب ها به شما نقل کردیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.